سلام عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان. امیدوارم که در خداوند شاد و سلامت باشید و روزهای بسیار خوب و پربرکتی رو پشت سر گذاشته باشید. خدا رو شکر میکنم برای یک فرصت دوباره‌ای که امروز خداوند به ما بخشیده تا از کلام زنده خودش یعنی عیسی مسیح با ما صحبت بکنه، تا به وسیله روح القدس قلب‌ها و ذهن‌های ما رو لمس نموده تا درک کلام خداوند برای ما امکان پذیر بشه. خدا رو شکر. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه امروز این افتخار رو دارم تا در خدمت شما عزیزان باشم و برکتی رو که از کلام خداوند دریافت کردم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. خداوندای پدر جان، تو رو شکرت میکنیم و از تو ممنون و سپاسگزاریم برای این لحظه و فرصتی که تو برای ما مهیا کردی تا از کلام زنده خودت با ما سخن بگی، تا با درک و شناخت بهتر و عمیق کلام تو در ایمانمون به تو رشد بکنیم و تقویت بشیم و ثمرات روح القدس در زندگی ما جاری بشه. خداوندا شکرت میکنیم به نام عیسی مسیح. ما را از روح القدس خودت پر بساز ای خداوندا، تا کلام تو در افکار ما در قلب ما مکاشفه بشه ای خداوندا، تا بتونیم کلام تو رو آنگونه که تو میخوای درک بکنیم و با درک و شناخت کلام تو بتونیم در ایمانمون به تو رشد بکنیم و کلامت رو در زندگیمون به کار بگیریم ای خداوندا. شکرت میکنیم به نام عیسی مسیح. خداوندا دعا میکنم به طور خاص منو از روح القدس خودت ای خداوندا پر بساز، مرا از حکمت الهی و آسمانی خودت پر بساز ای خداوندا. به نام عیسی مسیح خداوندا، تو کلامت رو در دهان من ای خداوندا قرار بده تا آن چیزی رو که مد نظر تو هست از زبان من جاری بشه. به نام عیسی مسیح خداوندا، تو ای خداوندا آن چیزی رو که تو میخوای اعلام بشه ای خداوندا از زبان من خداوندا جاری بشه. شکرت میکنم در نام مقدس پسر عیسی مسیح دعا کردم و تو را طلبیدم. به نام پدر، پسر، روح القدس. آمین. خب در ادامه موضوع بسیار مهم پسر خدا بودن عیسی مسیح، امروز به رساله رومیان که نویسنده اون پولس رسول هست میپردازیم و آیاتی رو که در ارتباط با این موضوع هست رو با همدیگه مطالعه و بررسی میکنیم. به رساله رومیان میریم از ترجمه 1001 باب 1 آیات 1 الی 3. از پولس خادم عیسی که به رسالت فرا خوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است، همان انجیل که خدا از پیش به واسطه پیامبران خود وعده‌اش را در کتاب مقدس داده بود و درباره پسر اوست که چون انسانی خاکی از صلب داوود به دنیا آمد. در این آیات میبینیم که پولس رسول در ابتدای رساله خودش به کلیسای روم میبینیم که این حقیقت روحانی رو اعلام میکنه و همچنین تعلیم میده و یادآوری میکنه به کلیسای روم، به ایمانداران و خادمین کلیسای روم که عیسی مسیح پسر خداست.
به رومیان باب 5 آیات 10 الی 11 میریم. رساله رومیان باب 5 آیات 10 الی 11. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. نه تنها این، بلکه ما به واسطه خداوندمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم در خدا نیز فخر میکنیم. در این دو آیه میبینیم که پولس رسول نه تنها اعلام میکنه که عیسی پسر خداست، بلکه در آیه 11 میبینیم که ادامه میده و اعلام میکنه که او خداوند هست. پس میبینیم که پولس رسول به دو حقیقت اشاره میکنه و تعلیم میده و همچنین یادآوری میکنه برای کلیسای روم که عیسی مسیح پسر خداست و او خداوند هست. میبینیم که وقتی که در کتاب اعمال رسولان پولس رسول بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان میاره، خداوند دو حقیقت بسیار بزرگ و مهم و حیاتی رو برای او در قلب او، در افکار او، در روح او مکاشفه میکنه. یک، اینکه عیسی پسر خداست و دو، اینکه عیسی خداوند هست. و پولس رسول در کنیسه ها بر این حقیقت در واقع شهادت میده و اعلام میکنه که او پسر خداست و او خداوند هست. و بعد وقتی که کلیساهای مختلف بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان و نزول روح القدس و در واقع تولد کلیسا که شکل میگیره و بعد میبینیم که کلیساهای مختلف در نقاط مختلف، در سرزمین‌های مختلف در واقع تأسیس میشه و شکل میگیره، پولس رسول به کلیسای روم رساله‌ای رو مینویسه که در این رساله به یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در ایمان و الهیات و همچنین دفاعیات مسیحی که موضوع پسر خدا بودن عیسی مسیح هست، این حقیقت رو تعلیم میده و برای ایمانداران کلیسای روم در واقع این حقیقت رو نه تنها تعلیم میده و یادآوری میکنه که عیسی مسیح پسر خداست و او خداوند هست. به مجدداً کتاب رومیان مراجعه میکنیم، باب 6 آیات 3 الی 4. باب 6 آیات 3 الی 4. این باب در واقع در این باب اشاره میکنه پولس رسول در واقع موضوعش این هست: مردن نسبت به گناه و زندگی در مسیح. اما آیاتی که ما میخوایم به اون اشاره بکنیم آیاتی هستش که تاکید میکنه که عیسی پسر خداست. پولس عنوان میکنه: آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم، پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. میبینیم که در این آیات پولس رسول نه تنها در واقع اشاره میکنه به تعمید یافتن و در واقع مردن نسبت به گناه،
بلکه در این آیات به این حقیقت هم اشاره میکنه که عیسی پسر خداست و از رابطه عیسی با پدر آسمانی سخن میگه. یک بار دیگه با هم این آیات رو با هم میخونیم. پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم، تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. در همین آیات به چند نکته الهیاتی بسیار مهمی پولس رسول اشاره میکنه، اما موضوعی که ما میخوایم فقط به اون اشاره بکنیم که از در واقع موضوع اصلی که میخوایم به اون اشاره کنیم که موضوع پسر خدا بودن عیسی مسیح هست منحرف نشیم، فقط تمرکزمون رو میخوایم بذاریم رو همین موضوع که عیسی مسیح پسر خداست. به باب 8 میریم و آیات 1 الی 3 رو با هم دیگه مطالعه و بررسی میکنیم. باب 8 آیات 1 الی 3. زندگی به واسطه روح. پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد. پس میبینیم که پولس رسول در این آیات یکی از نکات تعلیمی که بهش اشاره میکنه این هستش که عیسی مسیح پسر خداست. در ادامه همین باب میریم به آیات 28 الی 29 مراجعه میکنیم. آیات 28 الی 29 باب 8 آیات 28 الی 29. پیروزی در مسیح. می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند همه چیزها با هم برای خیریت در کار است، زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. ببینیم که در این آیات هم پولس رسول اشاره میکنه که عیسی پسر خداست. در واقع یکی از نکات اصلی و یکی از تعالیمی که محوریت مرکزی تعالیم در واقع پولس رسول رو تشکیل میده این هستش که تعلیم میده و اعلام میکنه که عیسی پسر خداست و او خداوند هست. در همین باب 8 به آیات 31 الی 32 میریم. در ادامه اعلام میکنه پولس رسول در برابر همه اینها چه میتوانیم گفت؟ اگر خدا با ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ ببینیم در این آیات هم پولس رسول اشاره میکنه که عیسی پسر خداست
و از رابطه او با خدای پدر سخن میگه. خدا رو شکر میکنیم که خداوند در کلام زنده خودش حقایق روحانی رو برای ما مکاشفه میکنه تا ما با درک و شناخت حقایق کلام خداوند بتونیم کلام خداوند رو بهتر درک بکنیم و شناخت عمیق و بهتری نسبت به کلام خداوند به دست بیاریم تا بتونیم در ایمانمون به او رشد بکنیم و تقویت بشیم. خدا رو شکر میکنیم برای این کلام مکاشفه و این پیغام روحانی که امروز خداوند برای ما مهیا کرد و ما رو برکت داد. خداوندای پدر جان، تو رو شکرت میکنیم، از تو ممنون و سپاس گذاریم. شکرت میکنیم برای این کلام مکاشفت ای خداوند. خداوندا به نام عیسی مسیح، خداوندا تو ما رو به طور خاص برکت بده و مبارک بساز تا نه تنها خواننده و شنونده کلام تو باشیم، بلکه کلام تو رو در زندگیمون به کار بگیریم و هر لحظه و هر روزه در ایمان به تو زندگی بکنیم و گام برداریم تا ثمرات روح القدس در زندگی ما جاری بشه، تا زندگی هدفمند بر پایه و اساس ایمان مسیحی داشته باشیم. شکرت میکنیم در نام مقدس پسر عیسی مسیح، به نام پدر، پسر، روح القدس. آمین. خداوند به همه شما عزیزان برکت بده. آمین.